هیچی. بابام تو راه برگشت به خونه پلیس جلوشو میگیره، کلی مواد تو ماشینش بوده. باشه عزیزم، میگم چی شده؟ نصف هم شدم. بشین بریم. بیا ماما این لیوان آبو بگیر بخورن دق میکنی. چقدر بدبختی بیچارم من مادر. خسته شدم از دستش. چقدر بهش گفتم این راه خوب نیست، نرو، آخر عاقبت خوبی نداره. گوش نکرد به حرف من. آخرش هم دیدی کار با کامیون چی کار کرد باهاش. مامان تو رو خدا انقدر گریه نکن، انقدر ترس نزن. تو که میدونی بابا عاشق جاده بود. من مطمئنم براش پاپوش دوختن، دارن براش دردسر درست میکنن. خودم میرم براش وکیل پیدا میکنم. ببین کیه مادر. برای چی اومدی اینجا؟ خیلی حالمون خوبه. الان مامانم هم بیاد بیرون تو رو ببینه شروع کنه به سینجین کردن من. چی میگی فاطمه؟ از دیروز تا الان هیچی نخوردی. هیچی و هیچ کس واسه من مهم نیست. الان فقط مهم تویی. جلو مامان یه جوری رفتار میکنم که قوی هم تو اون بدبخت خودشو نبازه. آخه 100 کیلو تریاک قطعا حکمش اعدامه. خودم اینه کو پشتتم فاطمه، اینقدر منفی بافی نکن. شاید رفتیم دنبال یه سرنخی، یه آشنایی پیدا کردیم، یه پارتی بازی کردم، یا اصلا شاید یارو رو پیدا کردیم. خودش با پای خودش اومد گفت آقا کار من بوده. چی میگی تو؟ خوب خودت هم داری میگی دشمن. کدوم دشمنی میاد میگه من کردم؟ منزل آقای کاملی. فاطمه تو برو تو. فرهاد برو تو. جونم داداش. حسن که میدونی قطعا اعدام میشه، شکی توش نیست. تو قاضی چی داری حکم میدی؟ من ناجیشم، گل پسر، نه قاضیش. البته که شما بخواید.